من متاسفانه امروز کامپیوترم خاموش شد، هر چی که نوشته بودم تو کامپیوتر رفت. سوادتون سوخت. آره سوادم سوخت متاسفانه. آقای کمالی از منظر جامعه شناسی که میگه هر انقلابی، هر جنبشی زمینه‌ای میسازه برای جنبش بعدی. آقای آرش سرکوبی از منظر سیاسی و طبقاتی. به آمار کشته شده‌ها نگاه کنید، به نوع سرکوب نگاه کنید، جمهوری اسلامی حتی در سرکوبش هم انگار طبقاتی و تبعیض‌آمیز رفتار میکنه. امید هم که از منظر اینکه الان نسل جوان ما در ایران خب به هر صورت هنوزم با وجود تا حدود میانگین سن بالا رفته، باز هم به نسبت ما جامعه نسبتاً جوانی داریم و در این مورد بنابراین نگران کننده است برای عموم مردم افزایش یک باره قیمت بنزین، اون هم در اون سطح و ابعاد. با سلام و خیر مقدم به شما مهمانان عزیزی که دعوت ما را قبول کردید در این برنامه شرکت کردین. آقای پروفسور مسعود کمالی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه مرکزی استکهلم و محقق ویژه دولت سوئد برای تبعیض نژادی ساختاری. از ایشون کتاب دو انقلاب ایران، مدرنیته، جامعه مدنی و مبارزه طبقاتی در ایران چاپ شده که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته. آقای کمالی، ضمن تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتید، در رابطه با وقایع آبان 98، الان آبان ماه، سالگرد آبان 98، از دید جامعه شناسی وقایع 98 رو چطوری بررسی میکنید و ارزیابیتون از این وقایع چی هستش به طور کلی، و آیا این میتونه یک حرکتی یا یک استارتی باشه برای وقایع بعدی در ایران، یعنی یک تجربه، یعنی استفاده تجربه باشه برای وقایع بعدی در ایران از طرف جوانان؟ اگر ممکن باشه از دید جامعه شناسی اینجا برای ما توضیح بدید ممنون میشم. خیلی ممنونم. منم به شما و بیننده‌هاتون سلام عرض میکنم و ممنونم که منو دعوت کردید. ببینید، در رابطه با جامعه ایران، خب همینطور که ما میدونیم کلاً جدا نیست از جوامع جهانی. یک اصل جامعه شناسانه است که میگه هر انقلابی، هر جنبشی زمینه‌ای میسازه برای جنبش بعدی. یعنی تمام جنبش‌های جدید جنبش‌های قدیمی رو بررسی میکنن و در ذهن عمومی مردم میمونه و از کاستی‌ها و کسری‌هاش جدا میشن یا انتقاد میکنن، سعی میکنن به اون به هر حال مشکلات بر نخورن و جنبش بعدی جنبش مدرن‌تری هستش، جنبش بهتری هستش، جنبشی هستش که میتونه نتایج بهتری بده. اما این یه بخش قضیه است. یه بخش اصلی هم اینه که به دلیل تاریخی در ایران هر جنبش اجتماعی سیاسی میشه. یعنی جنبش‌های حتی برای افزایش قیمت بنزین مثلا مثل 98 آبان 98 بلافاصله به جنبش سیاسی تبدیل میشه. شما هیچ جنبشی رو در جوامع مثل ایران، جوامع دیکتاتوری به خصوص، ندارید که بتونه نارضایتی‌ها رو در یک سیستم دموکراتیک بتونه در واقع کانالیزه کنه، نه اینکه حل کنه. به هر حال باز کنه راه رو برای کسانی که با اون مسئله مشکل دارن و اعتراض دارن. به همین دلیل هر حرکتی که گفتم به حرکت سیاسی تبدیل میشه. این یه بخش قضیه است. یه بخش قضیه دیگه اگه به تاریخ ایران شما نگاه کنید، در تمام جنبش‌های مردمی ایران تا انقلاب 57 همیشه دو گروه شرکت داشتن. هیچ وقت نبوده که یک گروه تک در این مورد شرکت کنه. در تمام جنبش‌های ایران، از جنبش تنباکو بگیرید تا جنبش‌های بعدی، جنبش مشروطه، جنبش ملی شدن نفت و غیره، ایران دارای دو جامعه مدنی بوده و اینو ما خیلی روش تحقیق کردیم. یه جامعه مدنی سنتی داره که همیشه در واقع گروه مذهبی، به اصطلاح بهشون علما میگن در بحث علمی، همین گروهایی که الان حاکم هستن، اینها همیشه بخشی از جنبش‌های مردم رو رهبری کردن به هر شکل، حتی در جنبش ملی شدن صنعت نفت. بعد شما جامعه مدنی دیگه‌ای داری، یعنی جامعه مدنی ایران یک دست نیست، یک جامعه مدنی دوگانه بوده. جامعه مدنی دوگانش از انقلاب مشروطه شکل میگیره و اون هم به هر حال گروه‌های مدرن معلمین هستن، کارگرا هستن، گروه‌هایی هستن طبقات نوینی که به اصطلاح نظام سرمایه‌داری میآفرینه. اینها خواستار شرکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی هستند و شرکت می‌کنن. هر وقت این دو جنبش با هم سازش داشتن به نتیجه رسیده. حالا چه جنبش مشروطه بوده، چه ملی شدن صنعت نفت بود که همینطور که دیدیم بعد جدا کردن این دو گروه از هم دیگه، وقتی تونستن کاشانی رو با اون دسته‌های خودش، با قول‌هایی که بهشون دادن، از مصدق جدا کنن، خب تونستن پیروز بشن و کودتا رو ببرن. در جنبش در واقع انقلاب 57 هم به همین شکل صورت گرفت. این در واقع
شعار وحدت کلمه در واقع وحدت این دو گروه یا دو جامعه مدنی ایران بود. بعد از انقلاب 57 اتفاقی در ایران میفته و اون اینه که به هر حال اون جامعه مدنی سنتی قدرت رو به دست میگیره. شما اینو در آلمان داشتید، سوسیال نازیستا که گرفتن، شما در ایتالیای فاشیست به خصوص داشتید که طبقه کارگر رو بسیج کرد و تونست قدرت رو به دست بگیره. در ایران هم شما این بخش جامعه مدنی تونست قدرت سیاسی رو به دست بگیره و کلا جامعه مدنی رو از قدرت خودش، کل جامعه مدنی چه مذهبیش و چه غیر مذهبیش رو از دسترسی به قدرت باز داره. به همین دلیل جنبش‌های بعد از سال 57 شما نگاه می‌کنید، جنبش‌هایی نیستن که رهبری مذهبی داشته بودن. شما جنبش 98 رو نام بردید، حتی جنبش زن زندگی آزادی هم یکی دیگه‌اش هست. یک تحول نوینی در ایران صورت گرفته که به نظر من موقعیت بسیار بسیار حساسی و جالبی ایجاد میکنه و اون اینه که دیگه گروه‌های مذهبی رهبریت هیچ جنبشی رو به دست ندارن و حتی در جنبش اخیر رو هم دیدیم، در جنبش 98 رو هم دیدیم که بعضی از علما از حوزه علمیه اعلامیه دادن میخواستن به نوعی رهبریت همین درگیری ها رو به دست بگیرن که آقا مردم نیاز دارن، ولی کسی دیگه به این حرفا گوش نمیده. یعنی این نیروی قدرت سیاسیشو به طور کامل به نظر من از دست داده و کسانی که در جامعه هستن چیزی هستش که امروزه گروه‌های جوانان هستن، گروه‌های مدرن شهری هستن. خب گروهایی که ما در این جنبش‌ها، همه این جنبش‌ها شرکت کردن، جنبش سبز بگیرید به این طرف. به همین دلیل بله، جنبش 98 نشون داد که خواست‌های صنفی و اقتصادی به طور مشخص در اونجا نمیمونه و بلافاصله سیاسی میشه و این نیاز داره به فهم گروه‌های به نظر من اپوزیسیون و به خصوص گروه‌های چپ که بتونن در واقع یک نوع، حالا من تئوری بهش نمیگم، ولی به هر حال یک فهم درستی از جامعه امروز ایران داشته باشن. جامعه‌ای که 27 میلیون جوان داره، جامعه‌ای که طبقه کارگرش دیگه اون طبقه کارگر نیست. اگه به طبقه کارگر سنتی بخوایم نگاه کنیم، تحقیقات دانشگاه تهران نشون میده دور و بر 1.5 میلیون تا 3 میلیون از 80 میلیون. ولی شما گروه‌های فقیر، گروه‌های لومپن پرولتاریا، گروه‌های زیادی رو دارید که مجموعاً 36 میلیون تشکیل میدن با اون تحقیقاتی که اخیراً جامعه شناسا در داخل ایران کردن و این باعث میشه که نیاز داشته باشه به یک نوع تئوریزی کردن جدید. چرا؟ برای اینکه این میتونه فقط کوتاه کنم، این میتونه دو تا به اصطلاح سناریو داشته باشه. یکی اینکه گروه‌های فاشیست دست راستی ایران بتونن از این استفاده کنن، همون کاری رو که موسولینی کرد. شما برگردید به جنبش موسولینی نگاه کنید، یک جنبش عظیم کارگری بود و این رو تونستن کانالیزه کنن گروه‌های نظامی و مشکلات رو در واقع به صورت تئوریک عرضه کنن که این مقصرش گروه سرمایه‌داره و گروه‌های دیگه‌ای که در خیابون‌ها هستن، چپ‌ها هستن، یهودی‌ها هستن و غیره. تونستن این به اصطلاح جنبش عظیم کارگری رو به یک جنبش فاشیستی به اصطلاح سرکوبگر تبدیل کنن و این خطر در ایران وجود داره، برای که زمینه‌های اجتماعی که نگاه می‌کنید طبقاتی این مسئله وجود داره، نه تنها در ایران بلکه در جهان. ما امروزه در خود کشورهای غربی، در کشورهای دیگه می‌بینیم که حالا اگه بحث شد ادامه میدیم چرا این جنبش بقایت دست راستی که بسیار هم جدیده، نباید مقایسش کنیم با بقیه، بسیار بازه، دیگه خجالت نمی‌کشه از این بگه که چی می‌خواد و این خطر در خود ایران هم وجود داره و در حمله اخیر اسرائیل دیدیم که چطوری قطبی شد و چطوری اینها در کنار ارتش آدمکش اسرائیل وایسادن و اینا میتونن در واقع این نارضایتی رو کانالیزه کنن اگر گروه‌های اپوزیسیون ایران نتونن صف‌بندی طبقاتی ایران رو به طور علمی، من میتونم بگم جامعه شناسانه، بتونن تعریف کنن. و جنبش 98 رو ما دیدیم در بسیار جنبش، شروعش یک جنبش صنفی بود، یک جنبشی بود برای به خصوص کسانی که بسیار وابسته بودن به قیمت بنزین، گروهایی که بهشون اگر که بستگی به چگونه شما تعریف میکنید طبقه کارگر رو میتونه قاطی اونها باشه، کسانی که ماشین داشتن مسافرکشی میکردن، کسانی که وانتبار داشتن، غیره، اینایی که شدیداً وابسته به قیمت بنزین بودن. اما دیدیم که بلافاصله سیاسی شد. به همین دلیل هیچ جنبش صنفی به طور کامل، حتی جنبش بازنشستگان شما الان نگاه کنید، در حد جنبش صنفی نمیمونه، یک جنبش بسیار سیاسی میشه. اما جواب سیاسی براش وجود داره. یعنی آیا بجز این کلیشه سرنگونی جمهوری اسلامی، آیا جوابی برای جانشینی وجود داره؟ حالا امروز جمهوری اسلامی سقوط کنه، اصلا
همین فردا. جانشینی رو جوابی داریم براش که چه در واقع وقتی شما 27 میلیون جوان که میخوان در حیات سیاسی شرکت کنن و شدیداً تحت تاثیر تبلیغات هستن و شدیداً جوامع غربی رو جلو چشمشون دارن و فکر میکنن دموکراسی سیاسی فقط میتونه جواب نیازاشون رو بده. نمونهش سوریه است، ما دیدیم که پرچم بردن بالا و به ناتو خوش آمد گفتن که الان دموکراسی میشه. خب نتیجهش رو هم دیدیم. به نظر من این حساس ترین مسئله‌ای هست که ما امروزه باش درگیر هستیم. ممنون آقای کمالی. در نوبت بعد حتما به این میپردازیم که تاثیر وقایع آبان بر بافت جامعه چی بوده، چه تأثیری داشته اینجا، که در نوبت بعدی حتما به این از طرف شما گوش میدیم. مهمان بعدی ما آقای آرش سرکوهی هستند. خیلی ممنون از این که دعوت ما رو قبول کردین. ایشون دکترای فلسفه سیاسی و فوق لیسانس کامپیوتر از دانشگاه برلین دارند. مترجم هستند. ترجمه‌های زیادی از جمله کتاب‌های مثل راهنمای کهکشان برای استاپ زنها، رستوران آخر جهان، زندگی جهان و همه چیز، خداحافظ برای همیشه و ممنون بابت اون همه ماهی، مداد نجار، سردستا، ترجمه‌هایی هستن که ما از آقای سرکوهی دیدیم و امیدوارم که ترجمه‌های بیشتری از ایشون ببینیم. آقای سرکوهی عزیز، سوالی که از شما میخوام بپرسم این هستش که این وقایع آبان چه تأثیری بر شکاف‌های اجتماعی داشته؟ شما اینا از منظر نگاه خودتون اگر بتونید یه مقدار باز کنید ممنون میشم. حتما. منم تشکر میکنم از شما برای دعوتتون و سلام میکنم به بینندگان شنوندگان. خب ببینین آقای کمالی خیلی به نکات مهمی اشاره کردم. من چند نکته ادامهش فقط میگم چون خیلی نکاتی من می‌خواستم بگم ایشون گفتن. خب چیزی که آبان رو متمایز میتونست کرد از جنبش‌های دیگه، یک مسئله این بود که حالا به یک تعبیری قیام فرودستان بود. یعنی نکته حرکت اول، نقطه عطفش متوسط نبود، برخلاف جنبش‌هایی که ما بعد از انقلاب 57 در ایران داشتیم. یعنی مثلا جنبش دانشجویی، جنبش سبز، اونا اگه طبقه متوسط اونجا در واقع بازیگر اصلی بود و خواستش هم بیشتر خواست‌های آزادی‌های دموکراسی بود یا آزادی بیان بود، اینجا ما به قیام روبرو بودیم که نقطه عطفش خب مشکلات معیشتی بود، مسئله اقتصادی بود، مسئله گرانی بنزین بود، مسئله تورم بود و اکتورهای اصلی طبقات فرودست بودن. و این خودش رو در این برای مثال در این نشون داد که مرکز اعتراضات هم تهران نبود یا شهرهای بزرگ حتی نبودن. ما شاهد این بودیم که اعتراضات در شهرهای شکل گرفت، در شهرهای کوچکی در دهاتی شکل گرفت که خیلی از ما حتی اسمش هم نشنیدیم تا اون روز و اونجا اعتراض شکل گرفت. و جالبیش اینه که سرکوبش هم به همون شکل فرق می‌کرد. یعنی شما نگاه بکنید به آمار کشته شده‌ها، نگاه کنید به نوع سرکوب نگاه کنید، جمهوری اسلامی حتی در سرکوبش هم انگار طبقاتی و تبعیض‌آمیز رفتار می‌کنه. یعنی اگه در تهران با جنبش سبز روبروه، سرکوب می‌کنه، شلیک می‌کنه ولی انقدر آدم نمی‌کشه، وقتی داره مثلا با فرودستان برخورد می‌کنه در شهرهای کوچیک، یه دفعه تعداد کشته خیلی بالاتر میره. ما در جنبش زندانی آزادی هم دیدیم وقتی مسئله از سرکوب در تهران رسید به سرکوب در حاشیه، در مثلا در کردستان بلوچستان، اونجا هم دوباره انگار در سرکوب هم تبعیضی وجود داره. یه چیز دیگه هم که خیلی مهم بود در جنبش آبان، شروع ماجرایی بود که حالا با اون شعار مشهور اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم شد ماجرا، در واقع شروع اتمام این دوگانه‌ای بود که حداقل 30 سال در واقع سپهر سیاسی جمهوری اسلامی رو تعریف کرده بود که ما دو تا جناح داریم، اگه مخالفین میتونیم بریم به اون جناح رای بدیم. یعنی مثلا در جنبش سبز اگه شما دقت می‌کردین اکثر شعارها، نه همه شعارها ولی اکثر شعارها شعاری بودن که در مخالفت، در تقابل با اون دولت خاص بودن. رأس جمهوری اسلامی رو هدف قرار نمیدادن، گرچه که در ادامه جنبش سبز این شعارها پیش اومد. ولی ما دیدیم که در آبان از دی شروع شده بود، در دی 96 شروع شد، ولی در آبان این بیشتر خوش نشون داد که در واقع بحث دیگه گذشته از اینکه این دولت خود دولت بده، کل نظام رو و کل سیستم رو هدف قرار دادن. و آقای کمالی مهمی اشاره کردن، خیلی مهمه، دقیقاً اینجوریه. جنبش‌های مختلف در ایران، نه فقط در ایران، در همه جای دنیا روی هم وای میستن. یعنی وقتی در یک جنبشی مردم به یک فهمی میرسن، به یک شعور جمعی میرسن، این دیگه جنبش بعدی برنمیگرده از صفر شروع بشه. یعنی شما دیدین که در جنبش زنجیره آزادی هم دیگه بحث از نبود که خب حالا اصولگرا خوبه، اصلاح طلب خوبه، دیگه اینا دیگه از آبان به بعد گذشته از این مسئله شروع شده بود. و خب ما این رو در درصد پایین شرکت در انتخابات هم در خود ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی هم دیدیم. مسئله که جنبش آبان داشت، اگه بخوام سیاسی نگاهش بکنیم، که خب سازماندهی نشده بود، سازماندهی نداشت. اگه جنبش سبز یک حداقلی از سازماندهی داشت، بخاطر که
بخش از اصلاح طلبها در مشارکت کرده بودن، به اونایی سازماندهی داشتن. جنبشی بود که اصلا سازماندهی نشده بود و نیروهای سیاسی موجود هم نتونستن از این مسئله استفاده کنن. یعنی نه نیروهای داخل جمهوری اسلامی، چه حالا از جناح اصولگرا چه اصلاح طلب، آقای کمال اشاره کردن، بعضیا سعی کردن به نام خودشون بزنن، در دی همین سعی کردن، نه اونا تونستن از این جنبش استفاده بکنن، نه نیروهای چپ و پیشرو تونستن از این مسئله استفاده بکنن. حتی ما دیدیم که نیروهای راست افراطی سلطنت طلب سعی کردن مسئله استفاده کنن، بگن ببین مردم دارن شعار رضا شاه رو ارشاد میدن، پس اینا طرفدار سلطنت. حالا مسئله که برای من مهمه، راستش بخوایم و میخوام کوتاه بهش اشاره کنم، در ادامه بحث راجعش بیشتر حرف میزنیم، اینه که خب ما اینجوری که داریم جامعه ایران رو میبینیم و به سمتی که جامعه ایران داره میره، مشکلات معیشتی، مشکلات اقتصادی بیشتر میشن، روز به روز بیشتر میشن. ما الان با تورم روبریم، با گرانی وحشتناک روبرو هستیم و به نظر میرسه و زمزمه‌هاش میگه که جمهوری اسلامی دوباره باید سعی بکنه در واقع با اون سیاست آزادسازی قیمت‌ها و اون سیاست نیولیبرالی دوباره یک شوک اقتصادی وارد بکنه. و خب مسلمه که خیلی دور از تصور نیست که دوباره این باعث بشه ما با اعتراضات مشابهی مثل اعتراضات آبان روبرو بشیم. حالا لازم نیست روندشون این روند آبان باشه، ولی احتمالاً ما با اعتراضات دیگه روبرو خواهیم. و به نظرم اینجا مهمه که نیروهای سیاسی که حالا خودشون چپ و پیش رو میدونن، نه فقط در زمینه آکادمیک یک تئوری دیگه بدیم که جامعه چوری کار میکنه، که نظر سیاسی هم جواب درخوری به این مسئله بدن. یعنی بالاخره چون مسئله معیشتی مسئله‌ای که به طور کلاسیک با نیروهای چپ پیوند خورده، یعنی نیروهای چپن که معمولا سعی میکنن به مسائل معیشتی پاسخ، به مسائل اقتصادی پاسخ بدن، با شعارهای عدالت اجتماعی، با هر شعاری. اگر نیروهای حالا چه در اپوزیسیون خارج کشور چه در داخل ایران نتونن جواب درخوری برای این مسئله پیدا کنن، همونجوری آقای کمالی گفت، این خطر جدی وجود داره که نیروهای راست افراطی و فاشیستی از این مسئله استفاده کنن، چون که در طول تاریخ هم همیشه اتفاق میفته. یعنی اونجای نیروهای فاشیستی میان قدرتو میگیرن که نیروهای چپ نمیتونن به هر دلیلی پاسخ درخوری پیدا بکنن. و ما تو ایران واقعا این خطر وجود داره. مثلا ما دیدیم بعد از این جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی چجوری از این جبری که وجود اومده بود، از این جبر همدلی که وجود اومده بود، رفت استفاده کرد و مسئله رو کشوند به سمت اخراج افغانستانی‌ها و اون فاجعه رو رقم زد که ما شاهدش بودیم و هستیم، که واقعا مایه ننگی برای ما. بنابراین مهمه با این مسئله اشاره کنیم. به نظر من حتی دستگیری هایی که ما در چند روز اخیر دیدیم که فعالان هم حتی نیستن، یک سری کسایی هست که در زمینه چپ در زمینه تئوری دارن فکر میکنن. دستگیری‌ها به نظر من میتونه، من مطمئن نیستم، من تو ذهن وزارت اطلاعات نیستم که به چه دلیل چه کسی دستگیر میکنن، ولی میتونه به این ربط داشته باشه که اونها نگران اعتراضات دیگری هستن و نگران این هستن چه کسایی هستن که حداقل در تئوری دارن به این مسائل نگاه میکنن، سعی میکنن مسائل پاسخ بدن. یعنی یک ترسی از چپ هست، ترس به جایی، چون همونجوری گفتم نیروهای چپن که جواب دارن به این مسئله. نیروی راست اگه شما دقت بکنید، نیروی سلطنت طلب گرچه سعی میکنن به نام خودشون بکنن، سعی کردن جنبش این آبان 98 رو به نام خودشون بکنن، ولی پاسخ خاصی ندارن برای مسئله معیشتی. یعنی اگه بخوام اونا بپرسیم، حالا اونایی که حداقل یک ذره در زمینه تئوری هم حرف میزنن، میگم ما توسعه آمرانه میخوایم، این توسعه از بالا بیاریم، بازارمون رو باز بکنیم. این برای اون طبقه فرودست جامعه ایران، حالا چه بهش بگیم طبقه کارگر، چه بگیم فرودستان شهری، حالا اسمای مختلف دارن، طبقه متوسط، ولی به هر حال برای فرودستان جامعه این مشکلات اونها رو برطرف نخواهد کرد. اگه فردا روزی جمهوری اسلامی هم بره یک نیروی دیگه بیاد، این مشکلات سر جاشه. به طور جادویی مشکلات معیشتی مردم حل نخواهد شد. خیلی مشکلات دیگه هم حل نخواهد شد، مشکلات محیط هم حل نخواهد شد، مشکلات تبعیض‌های جنسیتی اتنیکی هم حل نخواهد شد، ولی مسئله معیشتی هم مشخصا حل نخواهد شد و نیروهای راست علاقه هم ندارن به مسئله جواب بدن. بنابراین این وظیفه نیروهای چپه که به نظر من دقت نگاه بکنن که ما در آینده نزدیک به نظر من با اعتراضاتی مثل اعتراضات آبان 98 روبرو خواهیم بود، چون جامعه داره به این سمت میره، سیاست جمهوری اسلامی داره به این سمت میره و این وظیفه نیروهای چپه که سعی بکنن اینجا پاسخهای چه در تئوری و چه در عمل پیدا بکنن که هم به این مشکلات پاسخ بدن و هم در واقع راه رو ببندن برای قدرت گرفتن نیروهای فاشیستی. ممنون آقای سرکویی. مهمان بعدی ما آقای امید اقدمی هستند. ایشون متولد 1370 در تبریز هستند. فارغ التحصیل سال 1395 از دانشگاه تبریز در رشته مهندسی مکانیک. آقای اقدمی از زمان دانشجو در رابطه با حقوق کودکان فعالیت داشته و در حال حاضر نیز عضو حزب چپ ایران باشه. آقای اقدمی خیلی ممنون از اینکه دعوت ما را قبول کردید و به این برنامه تشریف آوردید. میکروفون خدمت شما. اگر سلام علیک با دوستان دارید تا من سوالمو با شما منم سلام میکنم خدمت شما آقای سرکویی، آقای کمالی و همه کسانی که بعداً قراره خلاص این گفتگو رو ببینن. سوالی که از شما دارم آقای اقدمی، به هر صورت در آبان 98 یک بخش بزرگی از جامعه اومدن بیرون، جوانان بودن ولی بخش بزرگی از جامعه بیرون اومدن. چه عاملی باعث شد تا این حجم از مردم جامعه بخوان به خیابون‌ها بیان؟ من اول ضروری میدونم که یادی کنیم
از اقلاً 1500 کشته آن اعتراضات و این تاکید بر اقلاً به این دلیله که خب پروسه دادخواهی به صورت کامل اتفاق نیفتاده. ما هنوز از بخشی از ابعاد احتمالاً جنایت هایی که در آبان 98 اتفاق افتاده مطلع نیستیم. آرش سرکوبی عزیز اشاره دقیقی داشت، یعنی در سرکوب هم اون چهره واکنش طبقاتی جمهوری اسلامی بسیار روشنه. آن فاجعه‌ای که مثلا در نیزار ماهشهر اتفاق افتاد احتمالاً در سعادت آباد تهران ممکن نیست اتفاق بیفته و دقیقاً از همین زاویه هم است که ما مطلع نیستیم به طور دقیق که چه ها گذشت، چند نفر کشته شدن، چند نفر زخمی شدن. ضروری است که از اون اتفاق یادی کنیم. من فکر میکنم که اولا این موضوع بنزین، حالا آقای کمالی هم اشاره کرد که بنزین در زندگی بخشی از مردم ایران نقش اساسی داره، ولی فقط اون بخشایی نیستن که مستقیما با مسئله بنزین در ارتباطن، یعنی راننده ها، چه میدونم وانت سوارها، راننده تاکسی ها. یه وجه دیگر مسئله اینه که بنزین در اقتصاد جمهوری اسلامی مخصوصا مثلا از دهه 70 به بعد دیگه هر روز شدیدتر اینجوری شده، یعنی با اون تکوین روندهای سیاست‌های نولیبرال اقتصادی در ایران شدیدتر اینجوری شده که بسیاری از وظایف اقتصادی دولت، از آموزش و بهداشت رایگان بگیریم تا وظایف روزمره دولت در مسائل دولت رفاه و اون وظایف مرتبط با رفاه مردم، همشون سرریز کرده در سوبسیدی که اینا در بنزین دارن پرداخت میکنن. یعنی مثلا همین امروز هم همینه دیگه، این فاصله بین قیمت واقعی بنزین و اون 3000 تومان قیمت بنزین فاصله گزافی است، آری، اما در مقابل دولت اعراض میکنه از آموزش رایگان، از بهداشت رایگان، از تامین حداقل حقوق بیکاران. و بنابراین بنزین اون عنصریه در اقتصاد روزمره مردم ایران که انگار همه اتفاقای همه گرانی ها، همه تورم ها از طریق بنزین به شکلی، از طریق قیمت بنزین به شکلی کنترل میشه. بنابراین نگران کننده است برای عموم مردم افزایش یکباره قیمت بنزین، اون هم در اون سطح و ابعاد. اگر به خاطر بیاریم آبان 98 رو، هیچ اراده سیاسی احتمالاً در لحظه آغاز اون اعتراضات وجود نداره. یعنی ما هیچ نهاد سیاسی مشخصی رو نمیشناسیم، هیچ نیروی سیاسی مشخصی رو نمیشناسیم که این تلقی رو داشته باشه که ضروری است در لحظه افزایش بنزین مثلا جنبش اعتراضی رو شروع بکنه. و بنابراین تصمیم به شروع اعتراضات از داد و ستد و تلگرام و اینستاگرام داره شروع میشه. یعنی انگار بخشی از مردم بدون اینکه از پیش هماهنگ کرده باشن با هم دیگه تصمیم میگیرن که نسبت به این اتفاقی که افتاده و معیشتشون رو با خطر مواجه کرده بخوان واکنش نشون بدن. منتها اینکه این شبکه‌ها با هم دیگه کار میکنن و آبان 98 رو تبدیل میکنن به یکی از گسترده ترین اعتراضاتی که در تاریخ مثلا 40 خورده سال اومدن جمهوری اسلامی شده. یه بخشش هم به این برمیگرده که پیش از آبان 98، یعنی از پروسه سال مثلا حدود 85 تا 98، جنبش‌های اجتماعی در ایران یه روند تکوینی رو طی کردن. یعنی هم جنبش‌های صنفی رو، مثلا جنبش کارگری، جنبش دانشجویی، اعتراضاتی که معلمان مثلا در همون سال 94 95 دارن. اگر به خاطر بیارین، ما مثلا اعتصاب معلمانی داریم که بیش از مثلا 100 تا شهر رو درگیر میکنه. حالا ممکنه در همه این شهرها همه مدارس تعطیل نیستن، ولی به هر حال از هر شهری چند تا مدرسه هستن که معلمان به اعتصاب رفتن. و همچنین در رابطه با جنبش دانشجویی، یعنی ما به خاطر داریم که اون جنبش صنفی دانشجویی این ظرفیت رو ایجاد کرده بود که بیانیه‌های صنفی که مثلا از دانشگاه‌ها صادر میشد 60 تا 70 تا دانشگاه توش مشارکت میکردن. یعنی یک امکانهای اینجوری در جامعه به این شکل ایجاد شده بود در زیر سایه خلاصه جنبش‌های اجتماعی قبل 98. و بنابراین انگار مثلا شبکه‌ای بدون اینکه الزاماً این تشکیلاتی باشه یا ارتباطی باشه یا چیزی باشه، ولی خب این به شکل گسترده‌ای میره و اینا هم دیگه رو پیدا میکنن و عمل میکنن. احتمالاً نقش مثلا دانشجویان و دانشگاه‌ها و نسل نو رو هم در همین یافتن ارتباطات، در همین منتقل کردن اعتراضات میشه دید. اما در ضمن اینکه هر دو عزیز هم اشاره میکنن دیگه که به لحاظ سیاسی اقلاً تا لحظه وقوع اون اعتراض میشه گفت که رهبری وجود نداره. یعنی هیچ نیروی سیاسی نیست که تمام اون اعتراضات یا بخشی از اون اعتراضات رو در حال رهبری کردنش باشه، یعنی در اون معنایی که ما به صورت سنتی میشناسیم.
میشناسیم دیگه، بهش راهنمود بده، ایده هاشو بپردازه، بهش افق روشنی بده و شکلی از اون ایده‌ای که مثلا در اعتراضات بی سر قبل اون توی فرانسه دیدیم، توی مثلا بهار عربی دیدیم بخشن، شکلی از اون داره محقق میشه اونجا. حالا اینکه این چقدر موفقه، این مدل ها رو چقدر باید تجویز کرد یا نکرد کاری ندارم، ولی وقتی ما داریم اون اعتراضات رو میبینیم با یه همچین چیزی مواجهیم. هرچند که در همون روزهای اعتراضات و البته بعدش تلاش‌هایی هم برای مصادره هست از بخش‌هایی از نیروهای سیاسی که در اون مقطع امکانات رسانه‌ای دارن، امکانات تبلیغاتی دارن، مثلا جریان سلطنت طلب. یعنی بعضیا اصلا تو مصاحبه ها اینو مطرح می‌کردن که این اعتراضاتی که راه افتاده مثلا نیروی ماست، بحث ماست و طرفداران ما هستن که چیز میکنن، ولی در واقعیت امر چنین چیزی موجود نبود. اعتراضات 98 پاسخ هم نگرفت، یعنی همچنان که سرکو اشاره میکنه که ادامه 96 بود، یعنی اینکه تکانه‌های اقتصادی باعث اعتراضات بزرگ بشه از دیماه 96 شروع میشه، ولی در 98 پاسخ که نگرفته. یعنی وضعیت اقتصادی امروز که در آبان 1404 داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و باز هم زمزمه احتمال افزایش قیمت بنزین میشنویم، وضعیت اقتصادی بهتر نشد، بلکه بعد از آبان 98 ما خوردیم به ترور قاسم سلیمانی، بعد خوردیم به سقوط یا ساقط شدن هواپیمای اوکراینی و بعد اصلا کرونا شروع شد. یعنی مازاد سیاسی که در اون اعتراضات ایجاد شد هم تبدیل به مثلا یک جنبش ادامه دار این ظرفیت براش پیش نیومد که بشه، ولی خواسته های اون جنبش و وضعیت معیشتی که اون جنبش به دلیلش آغاز شده بود بدون پاسخ، مانند یک فیلمی که با پایان باز خلاصه تموم شده باشه، در سپهر سیاسی ایران ماند. بنابراین آری، آنچنان که آقای سرکوبی هم اشاره میکنه، تلقی من هم این است که اگر تکانه اقتصادی از اون جنس مجددا اتفاق بیفته، با وجود اینکه ما مثلا جامعه دچار شکلی از رخوت سیاسی، ممکنه مثلا اعتراضات نسبت به تحولات اجتماعی و اینا احتمالش کمتر شده باشه، ولی در رابطه با تکانه‌های اقتصادی و با این وضعیت معیشتی که امروز باهاش مواجهیم، با احتمال بسیار بالایی میشه گفت که احتمال اعتراض رو به وجود میاره. ممنون. در ادامه صحبت شما این سوال برام مطرح میشه آقای کمالی که در رابطه با تاثیر این وقایع صحبت کردیم که چه تأثیری وقایع آبان بر بافت جامعه داشته، با این احتمالی که این دو دوست عزیزمون آقای سرکویی و آقای اقدمی میگن که احتمال بروز یک چنین اعتراضهایی میتونه وجود داشته باشه. سوال اینجاست آیا میشد این اعتراضات آبان رو طور دیگری مدیریت کرد؟ آیا میشود اعتراضات آینده رو به گونه‌ای مدیریت کرد که نتیجه بهتری ازش استنتاج بشه؟ نظر شما چیه آقای کمالی در این رابطه؟ خیلی ممنونم. جواب کوتاش بله. جواب طولانیش اینه که اون نیرویی که میخواست اینو مدیریت کنه وجود نداره. جواب سومم اینه که ببینید ما جنبش هایی رو که تا الان داشتیم، الان شما در تمام دنیا نگاه کنید، شما یک سیستم جهانی دارید که ایران هم بخشش هست و اون نیولیبرالیسم جهانیه که به بنبست رسیده. اینو روش تاکید کنید، به بنبست رسیده در تمام کشورها، در مرکزش که شیلی بود تا برسه به آمریکا و این نظام جهانی نیولیبرال به بنبست رسیده و هر روزی یک مشکلی سرباز میکنه. اگر بمب اتم در دنیا وجود نداشت، این رو خیلی از جامعه شناسا و محققین علوم سیاسی معتقدن، ما یک جنگ جهانی سومی داشت، برای اینکه جنگ بوده که تونسته نظام سرمایه‌داری از مشکلات کلیدی خودش نجات بده، چه جنگ ناپلئونی، چه جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم. امروزه وجود به اصطلاح بمب‌های اتم و جنگ اتمی هست که جلوی این مسئله رو میگیره، ولی جلوی جنگ رو نمیگیره. جنگ‌های کوچک یا اسمال وارز بهش میگن، امروزه در همه جا هست. ببینید جنبش امروزی که در تانزانیا هست، جنبشی که در تمام آمریکای لاتین داره شکل میگیره، جنبش‌های مختلفی که بهش میگن نسل زد یا نسل جوان، اما واقعیتش اینه که جوابی رو که باید داده بشه به این که خیلی خوب نظام‌ها و رژیم‌هایی که الان سر کار هستن نیولیبرال هستن و شما چه جوابی داری بهش بدی، یعنی در چهارچوب نظام نیولیبرال آیا امکان ایجاد عدالت اجتماعی هست؟ میدونیم که در نیولیبرالیسم اون فوندامنتالیسم بازار، در واقع بازارگرایی، میخواست یه روزی جواب بده. خب این جواب نداده، به شکست هم رسیده. فاصله جنبش‌ها نه فقط در ایران، جنبش‌ها در اروپا، جنبش‌ها در خود آمریکا فاصله‌هاش بسیار کم شده، بحران‌ها بسیار، فاصله‌های بحران‌ها کمتر شده و این نشون میده جامعه نیولیبرال به بنبست رسیده. حالا جوابشو چی دارید بدید؟ ببینید جوابش خیلی پیچیده میشه. پیچیده‌اش اینه که آیا با تئوری‌های مارکسیست لنینیستی قدیمی
نمیخوام بگم که فقط اینا، یا اینکه ترجمه های استالینیستی مارکسیسم لنینیسم، میتونیم جواب بدیم به این مسئله. یعنی آیا ما بیایم در ایران یه انقلابی صورت بگیره، جواب نیازهای مردم رو بدیم، یک سوسیالیسم در یک کشور رو ایجاد کنیم؟ خب اینم که امکان نداره. چه گروهایی هستن اصلا در اپوزیسیون که میتونن یک همچین جنبشی رو مدیریت کنن؟ گروهایی که الان در واقع وجود داره، گروه‌های غیر مستقل بزرگترین گروه‌ها هستن، گروه‌هایی که سیاست‌های جهانی رو در واقع نمایندگی میکنن. خب اینها از هر جنبشی فرق نمیکنه، این جنبش توحیدستان باشه مثل جنبش 98، یا جنبش زن زندگی آزادی باشه، یا جنبش طبقات متوسط باشه، تمام اینها رو میخوان به جهت‌دهی منافع در واقع امروزه سرمایه‌داری جهانی بکشن، که حالا در ایران هم هر جنبشی باید به سقوط جمهوری اسلامی و شاید حتی به تجزیه ایران برسه، برای اینکه این در راستای منافع هست که همه کشورها در دنیا باید وابسته به ناتو بشن. خب طبیعتا این یک بره قضیه است. یه طرف دیگه شما سازماندهی یک همچین جنبشی و اینکه به نتایج خاصی برسه، آیا نتایج در واقع پله‌ای هست؟ آیا جواب اون چی بود؟ آیا می‌خواستن قیمت بنزین رو اضافه کنن بعد نکردن، ثابت شد این یک دستاورد میتونه تلقی بشه از طرف بعضیا که این کارو کردن؟ یا اینکه در جنبش زن زندگی آزادی تونستن حالا روسری‌های خورده شلتر شده، کنترل‌ها شلتر شده؟ آیا این جواب در واقع جنبش‌ها برای این مسائل صورت میگیره، یا اینکه بهتره که یعنی نیاز به یک جواب ساختاری داره؟ وقتی شما این جنبش به بنبست و نظام نیولیبرال به بنبست رسیده و مدافعینش چه نظام جمهوری اسلامی باشه، چه ترامپ باشه، چه کشور همینجا سوئدی که من زندگی میکنم باشه، وقتی این به بنبست رسیده جواب براش نداره، به کجا میکشه؟ به چه چیز رو میتونه بیافرینه؟ قبلا صحبت شد، هم آرش گفت، منم به نوعی اشاره کردم که میتونه گروه‌های دست راستی رو به قدرت برسونه، خیلی راحت اینو در واقع سوارش بشن و قدرت سیاسی رو به دست بگیرن. آیا ما میخوایم انقلاب سیاسی داشته باشیم، تغییرات سیاسی یا تغییرات اجتماعی؟ امروز همه در واقع هر جا نگاه میکنید مسئله تغییر سیاسیه، جمهوری اسلامی بره همه چیز درست. خب طبیعتا میدونیم که به این شکل نیست. به جنبش‌های قبلی، انقلابات قبلی اگر نگاه کنیم میدونیم در یک بستر جهانی شکل گرفته. هیچ انقلابی، هیچ جنبشی به طور خاص در یک کشور صورت نمیگیره بدون ارتباطات و نتایج و حتی دلایل جهان. به همین دلیل امروزه به نظر من ما باید، بله امکان دوباره جنبش‌های زیادی در ایران وجود داره، نه تنها در ایران، در خیلی جاها. آیا این چگونه میشه این جنبش‌ها رو سازماندهی کرد، مدیریت کرد به قول شما و نتایج مشخصی ازش گرفت؟ آیا این نتایج میتونه در چارچوب وجود جمهوری اسلامی گرفته بشه و به هر حال بگید جنبش به بعضی از مثلا نیازهای خودش رسید؟ به قول معروف یک نوع جنبش‌های رفرمیستی ما دنبالش هستیم، یا جنبش‌هایی برای تغییر حکومت سیاسی؟ تمام این جنبش‌ها رو میشه سازماندهی کرد، اما اون نیرویی که باید سازماندهیش بکنه آیا امروزه وجود داره؟ از نظر من حتی برنامه‌های سیاسیش وجود نداره. حالا چه جنبش جمهوری خواه رو می‌بینید، جنبش‌های دیگر رو می‌بینید، برای فردا جوابی ندارن. برای اینکه امروزه یک نظامی رو عوض کنن، یک نظام سیاسی رو، در واقع انقلاب سیاسی، همون چیزی که خمینی داشت، همون چیزی که خیلی از رهبران انقلاب در واقع سیاسی در جهان داشتن، نه انقلابات اجتماعی. از نظر من امروزه نیاز عمده یک انقلاب اجتماعی، نه انقلاب سیاسی. میتونه با انقلاب سیاسی شروع بشه، میتونه هم نشه، تغییرات اجتماعی باشه بعد به تغییرات سیاسی بکشه. به همین دلیل به نظر من باز هم جواب در این نهفته است که ما چه سیستمی رو، چه نظامی رو، حالا به طور اوتوپی، به طوری نه اینکه واقعا میتونیم انجامش بدیم. همین جنبش‌هایی که در ایران داره صورت میگیره، فرض کنید که ماها فرض رو بر این بزنیم که یک سری گروه‌های سیاسی میگن ما میخوایم اینها رو مدیریت کنیم، رهبریت. خب چی میخواید بهشون بدید؟ یعنی میخواید بگید من مشکلاتتو به چه صورتی حل میکنم؟ چه نظامی، چه سیستم بانکی، چه سیستم اقتصادی، چه سیستم سیاسی میتونم جایگزین این در واقع نظام و سیستمی که امروزه هست میکنم؟ ممنون آقای کمالی. آقای سرکوهی، در ادامه صحبت آقای کمالی نظر شما رو میخوام در رابطه با صحبتی که آقای کمالی داشت که ما به یک انقلاب اجتماعی در وهله اول نیاز داریم بپرسم که برای مدیریت این نوع اعتراضها کدوم الگوها رو ما میتونیم در نظر داشته باشیم، تطبیق داشته باشه با جامعه؟ از نظر شما این به نظر من مسئله شرط لازم و شرط کافیه. یعنی ما برای
حل مشکلاتی که تو ایران هست که زیاد هم هستن، فقط مشکل اقتصادی نیست، مشکل اقتصادی که از مهمتریناشه، ولی مشکل محیط زیستی داریم، مشکل کلی تبعیض‌های مختلف. درسته. فکر کنم یه بخش مهمی از جامعه ایران به این نتیجه رسیدن که شرط لازم این که مشکلات حل بشه تغییر نظام جمهوری اسلامی، یعنی در چارچوب این نظام نمیشه مشکلات حل بشه. ما دهه‌ها این تفکر غالب بود، همه تفکر رو نداشتن ولی بخش بزرگی از جامعه تفکر رو داشت که با تغییرات حالا گام به گام تدریجی اسم هر چی می‌خوایم بزنیم، یعنی به اون نگاه رفرمیست اصالت‌طلبانه میشه به اون تغییرات مهم رسید تو جامعه. تغییرات کوچیک مشخصه ولی تغییرات مهم کلان هم میشه انجام. الان بخش بزرگی از جامعه نشسته که نه، با این سیستم نمیشه اون مشکلات رو حل کرد، ولی شرط کافیش نیست. یعنی من قبلا گفتم آقای کمالی هم به نظرم درست اشاره کردن، فردا که جمهوری اسلامی بره این مشکلات حل نمیشه به خودی خود، نیست که بشکن بزنیم حل بشه، ولی شرط لازمش اینه که این نظام نباشه. حالا شرط کافیش اینه که ما برای این مشکلات، همونجوری گفتم مشکلات زیاد هستن، جواب داشته باشیم. مسئله مهم اینه که آقای کمالی با همون جمله اولشون گفتن ما نیروی سیاسی نداریم که پاسخ بده به این مسائل. در تئوری شاید، در تئوری هم ضعیفه، من قبول دارم که حتی در تئوری هم جواب درست نداریم، ولی حتی اگر ما الان یک تئوری درستی داشتیم در تحلیل مشکلات جامعه و در پاسخ به این مشکلات، این تئوری سیاسی یک نیروی سیاسی میخواد که نه فقط در حرف بلکه در عمل تا حدی، حداقل در نگاه مخاطبانش اون برد و تاثیر رو داشته باشه که بتونه که اونا باور کنن این میتونه این تغییر رو انجام بده. ما اصلا همچین نیروی سیاسی نداریم، در اپوزیسیون ایران نداریم، تو راستش نداریم، تو چپش هم نداریم. و یک نیروی وجود داشته باشه که به مخاطبانش بگه راه حل ایناست و من اگه اینا رو میگم حداقل یه کاری که میتونم نشون بدم من میتونم بخشی از اینها رو عملی کنم در آینده نزدیک. یه مسئله هست که به نظر من این خیلی مهمه. ما وقتی با این همه جای دنیا از من صادقه، اگه کسی میاد سراغ من به عنوان نیروی سیاسی، من نمیگم به عنوان یک کسی که آکادمیسین یا کسی که فیلسوفه یا کسی که اینا فرق میکنه، ولی من خودم نیروی سیاسی میدونم و یک کسی میاد سراغ من میگه من این مشکلاتو دارم، مثلا چه مشکل معیشتی دارم، دستمزدم پایینه، تورم بالاست، مشکل محیط زیست دارم، کشورم دیگه قابل سکونت نیست. الان آقای پزشکیان گفته که تهران تا یه ماه دیگه بارون نیاد بعد جیره بندی کنیم، تا 2 ماه دیگه بعد تهران رو تخلیه کنیم. حالا شاید ایشون داره اغراق میکنه ولی ما خیلی کسانو میشناسیم که دارن میگن نه اینا خیلی دور از واقعیت نیست. حالا اگه من این مشکل دارم میرم پیش نیروی سیاسی و نیروی سیاسی من میگه که ببین دوست عزیز این مشکل شما حل نمیشه مگر اینکه من در کل نظام جهانی یک تغییراتی بعد بدم، کل سیستم چه میدونم کاپیتالیسم نولیبرالیسم بعد بر بیفته تمام جهان تا مشکل تا حل بشه. اون آدم به حق میگه پس تو قرار نیست مشکل من حل کنی دیگه. ما اینجا هم نشستیم، به نظر ما حداقل ما اینجا نشستیم هم نظریم که ما دوست داریم سیستم کاپیتالیسم وجود نداشته باشه، جایگزین بشه با یک سیستمی که بهتر باشه برای انسان‌ها و برای این سیاره که توش زندگی می‌کنه. ولی فکر کنم هممون هم می‌دونیم که تا موقعی که ما زنده ایم و تا موقعی که بچه‌های ما زنده این سیستم وجود خواهد داشت. متأسفانه من اگه جواب من به یک کسی که میاد سراغ من به عنوان نیروی سیاسی، نه به عنوان شخص، نه به عنوان چه می‌دونم کسی که کتاب می‌نویسه، کسی که در دانشگاه تدریس می‌کنه، اگه به عنوان نیروی سیاسی جواب بهش این باشه که تا موقعی کاپیتالیسم هست من مشکل تو برطرف نمی‌کنم، من نیروی سیاسی نیستم. نیروی سیاسی باید بتونه جوابی بده که بگه آقا من در طول زندگی تو میتونم یک بخشی از مشکل رو حل کنم. اگه مشکل معیشتی داری من میتونم کار کنم تو دستمزد 2% بره بالا. نه کل مشکل حل نمیشه، همچنان ناعادلانه است، همچنان توزیع ثروت ناعادلانه است، ولی یه ذره وضع بهتر میشه. اون مخاطب من به این جواب با این جواب راضی میشه، با هیچ جواب دیگه راضی نمیشه. بنابراین خیلی مهمه که نیروهای سیاسی درسته که بعد اون تصویرهای کلان رو ارائه بدن، اینا خیلی مهمه. بدون ویژن، بدون یک نگاه آرمانی به آینده نمیشه سیاست ورزی، ولی بعد جواب مشخص هم داشته باشن. ولی میگم دوباره برمیگردم اول حرفم، شرط اول همینه که نیروی سیاسی وجود داشته باشه. من گفتم اگه یکی بیاد از این نیروی سیاسی بپرسه الان از کدوم نیروی سیاسی مردم ایران مشکل معیشتیشون به کدوم نیروی سیاسی اصلا مراجعه کنن. ما در ایران خیلی جنبش‌های قوی صنفی داریم، آقای کمالی به درستی اشاره کردن، هیچ جنبشی تو ایران حتی که صنفی شروع بشه و اسمش هم فقط صنفی باشه نمیتونه فقط صنفی بمونه. چرا؟ چون تا میان به عنوان صنفی حرف بزنن میذاشون زندان، بعد مسئله سیاسی دارن چون اون دولت اون انداخته زندان، حالا بعد بیان میگن دوست ما رو آزاد کن، رفیق ما رو آزاد کن، داخل زندان بشه. دلیلی به خاطر اینکه از حقوق کارگر دفاع کرده، پس می‌خواسته فقط از حقوق کارگر دفاع کنه، می‌خواسته مسئله صنفی انجام بده ولی داره کار سیاسی میکنه، جور دیگه نمیشه. مسئله زنان همینه، میاد میگه آقا من میخوام کمپین بذارم امضا جمع کنم برای برابری حقوق زنان، میان میگیرنشون، بعد دور مسئله سیاسی میشه. بنابراین داخل ایران نیروهایی وجود دارن که دارن فعالیت‌های صنفی میکنن به نوع مختلف و دارن به اجبار فعالیت سیاسی هم میکنن، ولی ما همچنان یک نیروی سیاسی نداریم که در واقع این پتانسیلی که وجود داره. یعنی الان یک نیروی چپ ببینه که در جهان هم اینجوریه و ببینه مشکل مردم
جوابش رو نیروی چپ میده، جوابی که نیروی راست میده مشکل مردم رو حل نمیکنه. ولی این در تئوری وجود داره و ما میبینیم جمهوری اسلامی این مسئله واقفه. میگم این که اینا رو دارن دستگیری ها به هم دل، من یادم 10-15 سال پیش وزیر اطلاعات گفت اندیشه‌های سوسیالیستی در جامعه ما رخنه کرده. یا شما یادتونه در اون همپرسی مؤسسه گمان، با وجودی که حالا میدونیم کامل نماینگر جامعه ایران نیست، ولی در همون همپرسی ناقص 23% گفتن که یک نیروی سوسیال دموکرات نیروی مورد علاقه شده. مثلا تو ایران نیروی سوسیال دموکرات نداریم، حزب سوسیال دموکرات نداریم. با این وجود اون اندیشه برای این مردم جالبه. بنابراین تفکرات چپ، تفکرات پروگرسیو مخاطب دارن، مشخص که مخاطب دارن، خیلی هم سخت نیست پیش بینی، بخاطر ما داریم می‌بینیم مشکلات مردم بخش بزرگش معیشتیه، حتی مشکلات تبعیض، مشکلات محیط زیست هم نیروی چپ جواب براش دارن، نیروی راست که ندارن که. ولی باید یک نیروی سیاسی وجود داشته باشه که بتونه از این برتری در گفتمان یک در واقع یک استفاده سیاسی بکنه، وگرنه این سرمایه پتانسیل تو جیب هیچ کی نمیره، یا گم میشه یا بدتر میفته دست نیروی راست، افراطی، دست نیروی فاشیستی. آقای کمال دوباره تکرار کردم، من دوباره تکرار میکنم چون خطرش خیلی جدی و واقعیه. یعنی ما الان مثلا فقط این نیست که با جمهوری اسلامی مواجهیم که هیچ همونجوری که اونجا گفتن در راه حلی ارائه نمیدن برای مشکلات مردم، بلکه ما داریم به شدت، اگر شما نگاه کنید، نیروهای راست و سلطنت طلب در این 5 سال گذشته به شدت افراطی تر شدن، سمت فاشیستی رفتن. یعنی خیلی داشته به وضوح دارن میگن ما میخوام اعدام کنیم، ما میخوام شکنجه کنیم، واسه میخوام دموکراسی داشته باشیم. اینا خطرناکه و بخشی از جامعه داره به اینا جواب مثبت میده. بخشی از جامعه داره میگه من اینو دوست دارم، یک مشت آهنین که بیاد بگه من آمرانه از بالا میگم چطوره، فکر میکنم راه حل درسته. خب ما میگیم اشتباه این فکر، ولی بخش از جامعه داره این فکر رو میکنه. چرا؟ چون نیروی سیاسی دیگه نیست که بگه راه حل اینه. ما کافی نیست بگیم اون راه حل نیست، ما میگیم راه حل چیست. اون جامعه که همینجوری منتظر وای نمیسته، میگه این جواب داره، میرم ببینم این فعلا چی میگه. برای تاریخ اتفاق زیاد افتاده. آقا کمان اشاره کردن، یه موقع گفتن تقصیر یهودیاست، الان تو غرب دارن میگن تقصیر خارجی‌ها مهاجراست، تو ایران میگن تقصیر افغانستانیاست، تقصیر این چپاست، تقصیر این چپولاست. اینا رو کم کشت. الان شما کسانی دارین با اسم و رسم واقعی، کسایی که یعنی وجود دارن، شخصیت در مجازی پشت و پشت اسمای مصطفی قائم نمی‌کنن، برای رسما میگن شاه کم کشت، جمهوری اسلامی هم کم کشت و بیشتر می‌کشت. این خب خیلی خطرناکه. درسته. و این یک بخشش به این برمیگرده که در جهان هم اینجوریه، یعنی راست جهانی داره به سمت فاشیستی تر میره، جو ایران هم بخشیشه. ولی خب اینه که ما در ایران، چه در دیاسپورا، چه در خارج، چه داخل کشور، یک نیروی سیاسی نداریم که بتونه بگه ایجابی، بگه راه حل مشکلات شما ایناست و من هم یک نیروی سیاسی به نسبت منسجمیم که یک اعتماد حداقلی میتونم جلب کنم از سمت مخاطبان. مخاطبا وجود دارن، نیروی سیاسیش وجود نداره. ممنون. آقای اقدمی، نظر شما رو در رابطه با این سوال بدونیم. ببینید، حالا نکته‌ای که دوستان میگن که مثلا نیرویی وجود نداره که به این مسائل پاسخ بده، من میخوام بگم که البته به این هم باید اشاره کرد که چرا نیرویی وجود نداره. یعنی یک وجه بسیار عمده این فقدان از سرکوب ناشی میشه. یعنی امکان سازمانیابی، ما فاقد امکان سازمانیابی هستیم. اولیه ترین اشکال سازمانیابی به حال امروز توی جامعه سرکوب میشه و سرکوب‌های اساسی هم میشه. یعنی مسئله ساده ای نیست. ضمن اینکه حالا به اون جریان راست افراطی و فاشیستی و اینها داره اشاره میشه، اونها در مقابل، حالا به جای اینکه مثلا اون امکان سازمانیابی رو ندارن، ولی امکانات رسانه‌ای و تبلیغاتی و مالی رو ازش بهره مندن که چپ ایران و نه چپ ایران، هیچ نیروی مترقی در ایران هیچ وقت اون رو نداشته. اما میشود روی تجربیاتی که جنبش به جنبش پیش آمده و ما اینها رو کسب کردیم حساب کرد. اون تعبیر آقای آصف بیات هست که سیاست منازع، یعنی نقطه پیوند جنبش‌های اجتماعی و ناجنبش‌ها، مبارزات روزمره مثل آنچه که امروز داریم. یعنی ما زندگی مردم ایران به وضعیتی رسیده که همون زندگی عادی روزمره‌ای هم که داره اتفاق میفته شکلی از مبارزه رو داره به خودش حمل میکنه و خیزش‌هایی که در مقاطع مختلف اتفاق میفته و به هم میپیونده، اینها یک سری ظرفیت سیاسی دارن ایجاد میکنن و این ظرفیت ها هم در هر مرحله افزایش پیدا کرده. یعنی مثلا اگر از مقطع 85 تا 90 ما این جنبش های صنفی و سندیکایی و جنبش معلمان و چیزهای از این قبیل رو تحت عنوان جنبش های صنفی و در اخبار و دورادور تعقیب میکنیم، از 90 به بعد اینها فیگورهایی رو تونستن تولید کنن که در جامعه مرجعیت دارن. یعنی مثلا آقای محمد حبیبی در جنبش معلمان یک مرجعیت اجتماعی هم به دست آورده. در جنبش کارگری اسماعیل بخشی در هنگامه اعتصابات 7 تپه که از قضا 1 سال قبل از آبان 98 یک مرجعیت اجتماعی پیدا کرده و افرادی چیز میکنن و این بعد از 1401 چهره سیاسی هم در داخل کشور
کشور پیدا کرد. یعنی با وجود تداوم سرکوب، و حتی چرا فقط به تداوم بسنده کنید، با وجود تشدید سرکوب، با وجود اینکه از آغاز امسال تعداد اعدام ها به جایی رسیده که میگویم مثلا هر 4 ساعت یک اعدام، ما به همچین اعدادی امروز رسیدیم، ولی نیروهای سیاسی هستند، نیروهای سیاسی چپ، جمهوری خواه هستند که به صراحت ایده سیاسی مد نظرشون رو میان مطرح میکنن، پاشوای میستن، بیانیه میدن، شکل میدن به اون گفتار. اینها به نظرم نشانه هاییه که جامعه از خودش نشون میده، یا جنبش های سیاسی از خودشون نشون میدن که به ما میگوید که این امیدواری وجود داره، که خلاصه اون پیش نیازهایی که هر دو دوست عزیزم دارن میگن که مثلا ضروری است که باشه که تحولی بنیادین در جامعه اتفاق بیفته، اینا به نظرم اون عناصر مهمش. نکته بعدی در رابطه با اون چیزیه که پاسخ سیاسی دادن به مسئله است. پاسخ سیاسی به وضعیت کنونی که احتمالاً تمام جامعه هم دارن داد میزنن که قابل تداوم نیست، و نه فقط تمام جامعه، یکی از مصاحبه‌های همین یکی از بازداشت شدگان اخیر هست که تعبیر دقیقی داشت، میگفت که حتی در داخل حکومت هم وضعیت موجود دیگه مدافع نداره. یعنی در داخل حکومت هم کسی میخواد برای خودش اعتبار سیاسی کسب کنه، از انتقاد از وضعیت موجود شروع میکنه. وضعیت موجود بی مدافع. بنابراین در سیاسی شدن پاسخ تمام نیروهای سیاسی به این وضعیت باید حتما روی امکانهای موجود هم تاکید کرد. یعنی روی اینکه علاوه بر جنبش‌های اجتماعی، علاوه بر نیروهای سیاسی طرفدار تغییر بنیادین وضعیت موجود، در دل حکومت هم صداهایی هست که پذیرفته است که وضعیت رو نمیتوان به این طریق ادامه داد، و بر همین اساس هم ممکن است بخشی از جنبش‌های مردمی نشن، ممکن است که خودشون رو اتفاقاً در ادامه جمهوری اسلامی تعریف کنن، در ادامه وضعیت موجود تعریف کنن، اما شکاف‌هایی رو به بار میارن، وضعیت‌هایی رو به وجود میارن که خودش میشه بخشی از ظرفیت تغییر بنیادین وضعیت موجود. ممنون. آقای کمالی، به عنوان یه جامعه شناس میخواستم ببینم که این سرکوبی که آبان 98 داشت و تا حالا هیچ شفافیتی در مورد تعداد کشته شده ها و مفقودین و اینا، هیچ آمار دقیقی ما نتونستیم در جایی ببینیم. آیا این مسئله میتونه، یعنی این مفهوم فوبیای اعتراض و بعد از آبان 98 در جامعه ایران میتونه این مصداق پیدا بکنه، این فوبیای اعتراض؟ ببخشید متوجه سوال نشدم. میگم آیا مفهوم فوبیای اعتراض در جامعه ایران پس از آبان 98 مصداق پیدا میکنه یا نه؟ مصداق پیدا کرده یا نه؟ فوبیای اعتراض منظورتون؟ من منظور متوجه نشدم. که ببینید به نوعی که دیگه مثلا یک ترسی باشه که در اون حد مردم بخوان وارد صحنه بشن، جوانهاشون رو بخوان بذارن وارد صحنه بشن. به هر صورت هر پدر مادری از جان عزیز خودش میترسه و آبان 98 جنبش جوانان بیشترش و تعداد زیادی ما جوان از دست دادیم و هنوز هم آمار دقیقی در دست نیستش. آیا این میتونه یک مصداقی باشه برای شرایط حال جامعه ما، یعنی این کشت و کشتارها؟ بله، ببینید دو تا مسئله. یک مسئله برای همینه که به هر حال در تمام تاریخ جنبش‌های اجتماعی و جنبش‌های سیاسی ما دیدیم مثلا اون گروه‌هایی که آخرین لحظه خیابون‌ها رو ترک می‌کنن، اونها یک انقلاب رو میبرن یا یک جنبش رو، و اونهایی که بیشتر طبقه متوسط هست و میبازه و میترسه از کشته شدن، طبیعی هم هست، اونها ما دیدیم اینو در انقلاب 95 1905 روسیه مقایسه کنیم با انقلاب 1917 در انقلاب فرانسه دیدیم کیا بودن که در خیابون‌ها موندن و اونها بودن که تونستن روبسپیرها رو و گیوتین ها رو علم کنن. به هر حال اون نیروهایی که بیشتر از همه رادیکال هستن و در واقع چیز زیادی ندارن برای از دست دادن، اینها در خیابون ها میمونه. و کسانی که ما خودمون در انقلاب برای 57 هم دیدیم دیگه، وقتی تیراندازی میشد کیها میموندن و کیها فرار میکردن. خب طبیعی هم هست، چون همیشه شما یه چیز دارید از دست بدید، ولی به قول معروف اونی که نداره زنجیراشو فقط دست میده، حالا زیادم براش کشته شدن مهم نیست. اینه که بله میتونه این سرکوب در واقع تاثیر بذاره، حتما هم تاثیر میذاره، همیشه هم همینطوره. شما در جنبش زن زندگی آزادی هم دیدید که بحث این بود که آیا نیروهای امنیتی یا نیروهایی که تو خیابون هستن کدومشون زودتر خسته میشن و یا میترسن از عواقبش و وارد درگیری نمیشن. اما من یک چیز دیگر رو میخواستم قبل از اینکه
بحث ما تموم بشه بگم، اینکه صحبت شد آیا جانشینی هست، آیا میشه چیز جدیدی ارائه داد. ببینید شما اگه به تمام انقلابات جهان مدرن از بعد از انقلاب فرانسه، نه حتی از انقلاب آمریکا، به این طرف نگاه کنید، جوابهای مشخصی برای نیازهای مشخصی رو باید بلافاصله شما بدید. شما باید بدونید چه نیروهایی در جامعهتون وجود داره. ببینید لنین اونم تو تبعید بود، سازماندهی کاملی هم نداشت. کسانی هم که انقلاب 17 رو فوریه 17 رو بردن، بولشویک ها نبودن، کمونیست ها نبودن، سوسیالیست ها نبودن، اما اون نیرویی که در فوریه برد جواب گرسنگی سربازها، جواب صلح یعنی جنگی که ایجاد شده بود، فقر وحشتناکی که در جامعه ایجاد شده بود نداشت که بده، اما یه گروهی داشت بلافاصله مسئله صلح رو مطرح کرد، برای سربازها گفت باید کار ایجاد کنن، حالا اون نیازهای مردم رو و گروه‌های مختلف رو تونست نمایندگی کنه. حالا نیازمندی‌های امروزه جامعه ایران، من خیلی کوتاه بگم، شما یک نیروی عظیمی دارید که تحت تاثیر تبلیغات عظیم بین‌المللی معتقده که با دموکراتیک شدن ایران، با فقط اومدن هر کسی بهتر از این رژیم هست، همون بحثی که در انقلاب 57 هم بود، شاه بره هر کی بیاد بهتره. الان شما این مسئله رو دارید که میتونه گروه زیادی رو، به خصوص که دوست ما امید گفتش، با قدرت عظیمی که قدرت رسانه‌ای که اینا در دستشون هست، در واقع یک تصوری ایجاد کرده، یک تصور بعد از جمهوری اسلامی که اگر شما این جمهوری بره، این به هر حال حکومت بره، ما جواب نیازهای شما رو داریم. خب یه عده زیادی آزادی میخوان، آزادی سیاسی میخوان و غیره. جواب فقر رو هم خب خیلی‌ها شما میبینید سلطنت طلبها امروز میگن آقا کره جنوبی هستش دیگه، کره جنوبی که مثلا ببینید چقدر لااقل فقر نداره، هرچند که راست است و گروه‌های مثلا سرمایه‌داری سر کار هستن. به نظر من جواب جامعه ایران با توجه به مسائلی که وجود داره، من فرصت توضیح زیادی ندارم، در واقع یک جواب سوسیال دموکراتیک هست. هم آزادی سیاسی، همه آزادی‌های اجتماعی که اکونومیک نیستن. یعنی ببینید ما یه بحثی چپ تو چپ ما بوده و چپ همیشه گیرش بوده و اون مسائل اقتصادیه، همه چیز رو از پایه‌های اقتصادی تعبیر میکنه. ما میدونیم که نیازهای اقتصادی اولویت دارن، ولی بسیار مسائل دیگه میتونن اینا رو بپوشونن. به همین دلیل به خصوص با مسائل امنی، مسائل حیات مجازی امروز، رسانه‌ای، تماما تاثیر میذاره. دوستان منی که من دعوت کردم اومدن اینجا، از دانشگاه تهران تحصیل کردن برگشتن، وقتی باشون صحبت میکنه اون هم تحت تاثیر رسانه‌های فوق‌العاده جهانی قرار داره. به همین دلیل جوابی که ما باید بدیم یک جوابی در چارچوب دموکراتیک بعد از جمهوری اسلامی و نیازهای مشخص مردم. چه چیزهایی رو میتونی جواب بدی در چهارچوب نظام نیولیبرال جهان؟ شما در یک منطقه وجود داری که دورش رو یک کنسومریسم عجیبی گرفته، یک نوع کالازدگی عجیبی از عرب‌ها و غیره گرفتن. خب شما همین رو جواب بتونی بدی و هم این که به تدریج بتونید تفاوت به اصطلاح طبقاتی رو کم کنی و اون سیستمی رو که به هر حال یک روزی در غرب شروع شد و امروزه شکست خورده، شکستش ولی دلیلی نیستش که بگیم نمیتونه در جای دیگه شکست بخوره، میتونه در جای دیگه هم شکست بخوره مثل ایران. این جواب رو باید چپ داشته باشه، این جواب مشخص رو که جواب مشخص نیازهای مشخص امروز، اون نیازها میتونه اقتصادی مشخص هم بعضی هاش نباشه. ممنون از توضیحاتتون آقای کمالی عزیز. آقای سرکوی عزیز، شما از یک خانواده رسانه‌ای میایید. این سوال رسانه‌ای رو میخوام از شما بپرسم به خاطر اینکه همونطور که در صحبت قبلیم اشاره کردم، ما از تعداد کشته شده‌های واقعی آبان 97 هیچ اطلاع دقیقی در دست هیچ کس نیستش. نقش رسانه‌ها به نظر شما در پوشش این گونه وقایع چی هستش؟ امید جان اشاره کردن به این مسئله. آدم میتونه در تئوری این بحث رو بکنه، میتونه ببینه خب ما در یک دنیای واقعی هستیم با رسانه‌ای که الان داریم و خب متاسفانه خب رسانه جمهوری اسلامی که خب حسابشون مشخصه، رسانه جمهوری اسلامی، رسانه اپوزیسیونی ما، اونایی که مخاطبشون زیاده، که بردشون زیاده، در دست نیروهای راست و در نیروهای هستن که مشخصا یک گفتمان سیاسی خاص رو تبلیغ میکنن، دیگه کم کم هیچ ابایی از این مسئله نداره. حالا همش نه 100% رسانه نه، ولی بخش غالب این رسانه. بنابراین این مسئله همیشه وجود داره که رسانه ها بخشی از نیروهایی هستن که تعریف میکنن واقعیت جامعه رو و این نمیشه کتمان کرد. ما میتونیم اینجا بشیم 4 نفری خیلی بحث جالبی بکنیم یا در یک 20 نفره بحث جالبی بکنیم، ولی اون رسانه‌ای که میلیون ها مخاطب داره، اونه که بخشی، نه همشو، ولی بخشی از این واقعیت رو تعریف میکنه. و همونش که ما دیدیم، فکر کنم امیدوارم اشاره کردن که بعد نیروهای راست و سلطنت طلب خب سعی کردن اینو به نام خودشون بزنن و رسانه‌ها هم نقش داشتن. یعنی وقتی شما میگین این شعار داده شد، این شعار مشخص داده شد در این تظاهرات، حالا داده شد داده نشد،
شد، چقدر داده شد، چند نفر بودن مشخص نیست، ولی رسانه وقتی رونا فوکوس میکنه این مسئله پیش میاد. به نظرم این یه واقعیتیه و حالا نیروهایی که پروگرسیو چپن هرچی هستن باید با این مسئله کنار بیان. حالا در آینده حالا میان مدت حداقل به این فکر کنن که رسانه خودشون داشته باشن، رسانه داشتن یک صدای دیگه‌ای داشته باشه، به خاطر اینکه این میگم این واقعیت میتونه ازش ناراضی باشیم، میتونیم بگیم راضی نیستیم که یک گفتمان خاص تبلیغ میشه، یک خوانش خاص، تفسیر خاص از همه وقایع، فقط هم آبان نیست، وقایع دیگه هم داشتیم تفسیر میشه، ولی این واقعیت که توش زندگی میکنیم. بنابراین این هم بخشی از وظایف نیروی سیاسی که به این فکر بکنه که خب چه رسانه‌ای میشه داشت، میشه متصور شد، میشه فکر کرد به تشکیل دادنش که بتونه یک نگاه بی‌طرفانه تری داشته باشه. من حتی نمیگم یک نگاه با گفتمان این طرفی داشته باشه، بلکه حداقل یک نگاه بی‌طرفانه تری داشته باشه. چون گفتم این اعتراضات بکنم هممون در اینجا اتفاق نظر داریم که دوباره رخ خواهند داد و نیروهای سیاسی سعی خواهند کرد اونجوری که میتونن از این قضیه استفاده کنن. اونجا دوستی اشاره کرد یک دلیل مهم نبود یک نیروی سیاسی حالا چپ مترقی سرکوبه در داخل کشور که مشخصا و در خارج کشور نبود امکانات مالیه. همه اینا چیزی که وجود داره، ولی چون این نکات منفی وجود داره مسئولیت رو کامل سلب نمیکنه. میتونه توضیح بده که چرا این نیروها وجود ندارن، چرا یک رسانه درخوری وجود نداره، ولی دنیا واقعی اینجوری کار نمیکنه. که دنیا واقعی اینه که این دستی که به شما دادن پوکر بازا میگه این دست شماست، یا میتونید بازی نکنید دیگه، بعد ولی با این دست بازی کنید، سعی کنید دفعه دیگه دست بهتری داشته باشید. بنابراین مسئله رسانه یه مسئله مهمیه و در آینده هم با همین مسئله مواجه خواهیم. ممنون. آقای اقدمی عزیز، سوال که از شما و برمیگردم همین سوال رو باید دوستای دیگه هم امیدوارم که نظرشون رو بدن. آیا بعد از وقایع آبان 98 امکان گفتگوی ملی افزایش یافته یا کاهش؟ عرض کنم خدمتتون که گفتگوی ملی اگر منظور این باشه که ما نیروها در سطح ملی و بخش‌های مختلف جامعه بتونن با هم دیگه صحبت کنن، حالا آبان 98 زیاد حائز این بچ نیست. یعنی مثلا وقتی ما در رابطه با اون عنصر جوانان داریم صحبت میکنیم، شما هم چند بار تو صحبتاتون گفتین که مثلا نقش جوانان در این اعتراضات پررنگ بوده. واقعیتش اینه که یک اراده‌ای وجود داشته در سالهای اخیر در بازنمایی عنصر جوانان، نقش جوانان در سیاست، در این تلویزیون ها و به حال در گفتارهای جریان اصلی، که تو گویی که مثلا جوانان توده همشکلی هستن، مانند این فیلم های زامبی که یک جمعیت بزرگی هستن و هم در یک قالب و شبیه هم فکر میکنن و دغدغه های مشابهی هم دارن. بعد همگی هم از 57 یا بعدشون میاد، همگی هم مثلا عشق رضا پهلوی دارن، همگی هم ارزش هایی که مثلا در آمریکا، چه میدونم در اروپا، در بخش از اروپا، تازه اون اروپای بازنمایی شده در این رسانه ها مثلا خیلی قائل به اونا هن. خب این بازنمایی نیست که زیاد منطبق بر واقعیت باشه. یعنی یکی از تحولاتی که جامعه ایران در سالهای اخیر تجربه کرده اینه که بخش‌های مختلف جامعه در عین اینکه در مقاطع اعتراضی کنار همدیگه اعتراض میکنن، مثلا در همین اعتراضات زن زندگی آزادی میتونیم توصیف کنیم که کدام بخش‌های جامعه و بر اساس کدام تبعیضات یا کدام خواستها اومدن توی خیابون یا اومدن به هر طریق دیگری بخشی از جنبش اعتراضی شدن و دارن حرفشون رو میزنن، ولی اینها رو میشه تجرید کرد از هم. یعنی خیلی هم مشخصه مرزها کجا میسته، مشخصه بود. در آبان 98 خب ما بیشتر اون تعبیر فرودستان یا تهیدستان شهری یا محذوفین و مطرودین از جامعه، یعنی آنانی که نه صدایی دیگه ازشون داره منعکس میشه، نه حتی مثلا ما با نیازهاشون زیاد آشناییم که چه خبر توش. این آمارای اخیری که مثلا عدد 20 میلیون نفر زیر خط مطلق فقر تعریف خیلی عجیب غریبی داره دیگه. یعنی در تامین نیازهای اولیه برای اینکه بتونه زندگیشو ادامه بده اونجا متوقفه. نسل جوان، نیروی جوان اون 20 میلیون نفر رو با اون 7-8 میلیون نفر بالا نمیتوان جمع زد و در جنبش اجتماعی هم همینه. یعنی اینا هر کدام قرار از صدای خودشون رو بازنمایی کنن، حرف خودشون رو بزنن، شکل شعار خودشون رو مطرح کنن. در تبعیض‌های مختلف جامعه هم باز همینه. یعنی مثلا در کردستان و بلوچستان و آذربایجان قرار است صداهای مختلفی شنیده بشه، ولو اینکه در مقاطع مختلف به هم دیگه بتونن نزدیک بشن. در جنبش خب آبان 98 بچه معیشتی این پررنگه، ولی این گفتگوی ملی در آن تعبیری که سیاسیون استفاده میکنن، یعنی همه با همی، یعنی بیاین جمع شیم و کاری کنیم که سرنگون بشه، آخوندا برن،
این آخوندا کی میرن؟ به این پرسش چطوری پاسخ بدیم؟ من فکر میکنم اون اصلا مستقل از آنچه که در خیابان اتفاق افتاد در آبان 98 و در سایر اشکال اعتراضی اتفاق افتاد در آبان 98 و بعد آبان 98، یک اتفاقی بود که بین نیروهای سیاسی افتاد، بین نیروهایی که تازه قرار بود خوانشی داشته باشن از اون وضعیتی که پیش اومده. اونجا شقاق و نقار افزایش پیدا کرده در این سال. اونجا نگاه به ایده همه با همی شکلی از مسیانیسم رو داره هم میکنه با خودش. شما به یاد بیارید کاریکاتورها، هشتگ ها و نقش و نگارهایی که در آستانه اون ائتلاف جورجتاون، وقتی که اینها این 7 نفری که با هم خلاصه ائتلاف کردن، چند نفر بود اینا با هم ائتلاف کردن، یه توییت مشترکی زدن و اون شب خلاصه شعف در بخشی از نیروها داشت میدرخشید و گویا که مثلا چه میدونم اون سیمرغ شکل گرفته و داره این اتفاق میفته. اون از اون مسیانیسم فاصله گرفته. این هم اتفاق بدی نیست ها. یعنی تصویر خیلی روشن‌تر شده که کدام نیروها میتوانند با هم دیگه تعامل داشته باشند، کدام نیروها کدام شکل از تغییر رو میخواهند، کدام مطالبات مطرحه و بنابراین اینها با صراحت تمام میاد در جامعه در بوته توزیع قرار میگیره. هرچند خب این مبارزه پایاپایی نیست، در یک سمت حتی روشنفکران و دانشگاهیان و قلم به دستا رو هم میگیرن، در یک سمت دیگه وضعیت دیگری داره پیش میره. ولی نه، گفتگوی ملی در اون جهتی که تعریف کردم در جهت منفی بود. ممنون. نظر شما را آقای کمالی در این رابطه بشنوم. بله من موافقم. گفتمان ملی، ببینید امروزه به هر حال در گروه‌های چپ ما، یک چپ فقط نه ببخشید، در همه گروه اپوزیسیون یه سوال کلیدی مطرحه، اونم تمامیت ارضی آری یا نه. آیا تمامیت ارضی رو باید در دنبالش رفت یا نه؟ یه مدتی که سلطنت طلب‌ها دایه اینو داشتن و بعد از اون قرارداد رضا پهلوی با اسرائیل معلوم شد که اونجا هم همچین زیاد سفت و سخت نیست. اونایی هم که اون منشور رو امضا کردن در آمریکا، خب خیلیاشون استقلال نه و خودمختاری کردستان تا حد استقلال غیره غیره. این به نظرم گفتگوی ملی اساسا نه وجود داشته نه خواهد داشت، بلکه اون نیرویی که اکثریت بتونه در ایران بتونه در واقع اکثریت معترضین رو دور خودش جمع کنه، نظر اون هست غالب خواهد شد. ما در تمام جنبش‌های دنیا که دیدیم هیچ وقت نبوده که گروه‌های مبارزی به خصوص جنبش‌هایی که علیه حکومت‌های دیکتاتور صورت میگیره، اینها در بطن خود جنبش یک نوع ایدئولوژی میآفرینه، یک نوع تصور از بعد از این نظام میآفرینه که اون در واقع تصمیم میگیره که آیا تمامیت ارضی هست، جنبش ملی هست یا غیره. بقیه اونهایی که به در واقع قدرت رو در پروسه انقلاب از دست میدن مجبورن که اون گفتمان غالب، اون نیروی غالب رو که میتونه بیشترین نیرو رو در خیابون‌ها بکشه بیرون، مجبورن با اون وارد مذاکره بشن و مورد تعامل بشن. و ما در تمام دنیا اینو دیدیم. بستگی داره کی هستش که در وهله اول حرکت میکنه. همون موقع که این منشور رو نوشتن، خیلی از کسانی هم که خودشان را چپ میدونستن شروع کردن به اینکه خب حالا مسئله نیست، میشه با اینا وارد مذاکره شد. اکثریتی ها سر صدا کردن که برن ماشاءالله صحبت کنن، حالا ان شاء الله هممون با هم میریم اونجا و یه اتفاقی میفته. بعد از این دیگه در جنبش 57 انقلاب 57 ایران هم ما دیدیم دیگه، وقتی خمینی غالب شد، نیروی غالب شد بعد از سفرش به پاریس، خب خیلی ها مثل بازرگان خیلی ها رفتن پیش مذاکره که حالا تو نیروی غالبی، حالا بیا با ما در واقع نظرات ما رو هم به نوعی قبول کن. من نظرم اینه که اینجا در واقع خود جنبش تصمیم میگیره که چه گفتمانی غالب خواهد شد و بقیه باید در واقع خودشون رو با اون گفتمان همراه کنن. ممنون. آقای سرکویی نظر شما رو بشنوم. منم کوتاه بگم یه چیزی که ما تو این حالا چند سال جنبش‌ها یاد گرفتیم، مثلا خیلی مشخص از جنبش جورجتاون بکنم یک بخش بزرگی از جامعه داره یاد گرفت، اینه که این ایده همه با هم فایده نداره. یعنی این نیست که همه نیروهای اپوزیسیون با هم جمع شن، مثلا قرار نیست همه اپوزیسیون با هم جمع شن چون فقط مخالف جمهوری اسلامی ان، دلیل نمیشه بتونن با هم ائتلاف کنن. یه مسئله دیگه به نظر این بود که من کاملا موافقم که اون نیروی غالبه که دیگران رو مجبور میکنه بیاد خودش رو یه جوری بهش نزدیک بشن، ولی شرط همه اینا اینه که ما نیروهای سیاسی داشته باشیم. ائتلاف بین اشخاص شکل نمیگیره. جورجتاون یکی از مسائل اصلیش، حالا غیر از اینکه آدم‌های با ایده‌های کامل متفاوت با هم جمع شده بودن، بود که اینا افراد بودن. فقط یکی دو تاشون میتونستن بگن ما یک نیروی سیاسی و هر معنی پشت خودمون داریم. افراد با هم نمیتونن ائتلاف کنن. نیروهای سیاسی میتونن بر اساس برنامه‌های سیاسی با هم ائتلاف کنن، بگن خب من این برنامه رو دارم،
زورم هم اینقدر میرسه. در غرب چجوریه بعضی انتخاباتی وقتی حزبی اکثریت کامل رو نداره، میگه اوکی من 30% رای دادم، شما 20% رای داری، با هم میشیم 50%، بنابراین من یه ذره بیشتر نصف، حالا در خیلی دارم اغراق شدهش رو میگم دیگه، حرفام به کرسی میشونم، شما اینقدر حرف به کرسی بشون. ولی افراد که نمیتونن با هم ائتلاف کنن. سر چی با هم ائتلاف کنن؟ مگه مثلا افراد برنامه سیاسی دارن یا اصلا داشته باشن؟ مگه اونا نماینده کسی نیستن، نماینده خودشونن؟ کسی میتونه ائتلاف کنه که بگه من نماینده یک بخشی از جامعه ام؟ و میگم در اون جورجتاون فقط یکی دو نفر میتونستن بگن نماینده بخشی از جامعه، بقیه شخص بودن. برای ما نیروهای سیاسی لازم داریم که نماینده بخشی از جامعه باشن که بعد اون بخشی از جامعه بهشون بگه آقا در ائتلافت این کارو بکن، اون کارو نکن. نیروهای سیاسی چجوری تصمیم میگیرن، چجوری با هم ائتلاف کنن، چجوری کامپرومایز کنن، چجوری توافق کنن؟ مخاطبشون بهش میگه در اینجا حق داری بری یه ذره وا بدی، اینجا خط قرمز منه. اون نیروی مخاطبش تعیین میکنه که بتونه ائتلاف کنه یا نه دیگه، مگر ازش پیروی نمیکنه. بنابراین فعلا ما در بخش اپوزیسیون جمهوری اسلامی اصلا از این چیزا خیلی دورتریم، یعنی نیروهای سیاسی با ائتلاف کنن وجود نداره. و منم فکر میکنم که ترس من اینه که یک نیروی سیاسی بتونه بعدا قدرت و اون هژمونی گفتمانی و سیاسی رو در اختیار بگیره که از ایده های آقای کمالی گفتن سوسیال دموکراسی، من باش موافقم، یعنی هم دموکراسی توش باشه، هم عدالت اجتماعی توش باشه، هم رفع تبعیض توش باشه، از اون خیلی بدوره. ما باید واقعا سعی بکنیم که بتونیم، اگر نه این گفتمان نمیتونه غالب باشه، که مثلا متأسفانه نمیتونه غالب باشه، حداقل در حدی باشه این نیروها در حدی از انسجام باشن که بتونن بخشی از حرفا خودشون رو در برابر اون قدرتی که اون هژمونی رو خواهد داشت به کرسی بشونن. چون همینجوری کسی به حرف شما گوش نمیده. این اشتباهی که نیروهای سیاسی میکنن اینه که در تقابل جمهوری اسلامی هم خیلی نیروها اپوزیسیون این اشتباه میکنن، میگن خب ما میریم باش حرف میزنیم، بیسی ازش میگیریم. شما باید یه چیزی داشته باشین، یه قدرتی داشته باشین که یه چیزی داشته باشین که بدین معامله کنین، کسی به شما بده. این آقای پهلوی مثلا فکر میکنه میره مذاکره میکنه با نیروی سپاه، که خب نیروی سپاه چرا با پهلوی مذاکره کنه؟ خودش هست، اگه بخواد کار بکنه خودش میکنه. تو باید چیزی داشته باشی به اون بدی که یک معامله شکل بگیره. بنابراین به نظر من نیروهای چپ و پیشرو باید حداقل بتونن یک کفه سنگین، یک جرم فیزیکی واقعا موجودی باشن که اگر روزگاری یک تعقیب توی خوری اتفاقی افتاد، اگر نتونستن حتی نیرو غالب بشن، حداقل بتونن در این معادلات سیاسی نقش داشته باشن، بتونن بخشی از تفاوتشون رو کرسی بشونن. چون برای آینده جامعه ایران مهمه. برای آینده جامعه ایران مهمه که نیروی سیاسی وجود داشته باشه که خواست دموکراسی رو با خواست عدالت اجتماعی پیوند بده. یعنی نه دیکتاتور نباشه، ولی فقط هم به آزادی‌های در واقع لیبرال بسنده نکنه، مسئله عدالت اجتماعی یک مسئله مهمش باشه. این مسئله خیلی مهمه به نظر من، بعد در این جهت تلاش کرد. یک دنیا ممنون از هر سه شما عزیزان که در این برنامه شرکت کردین. آخرین سوالم را از شما عزیزان میپرسم به ترتیب. آقای کمالی، آقای سرکویی و آقای اقدمی عزیز، اگر در 1 یا 2 دقیقه این رو توضیح بدن که چه درسایی میتوان از آبان 98 برای مدیریت اعتراضات آینده به دست آورد؟ خیلی ممنون. من در واقع جواب مشخصی برای این مسئله ندارم، اما اگر بگید که اگر جنبشی به این شکل صورت بگیره دوباره، که امکانش خیلی زیاده، هممون میدونیم به دلیل شرایط اقتصاد اجتماعی که امروز ایران داره، آیا جنبش جدید، نوع جدیدی، فقط جنبش 98 نه، نوع جدید رو میآفرینه و ما چگونه میتونیم از این در واقع درس بگیریم یا این که بهش پیوند بخوریم؟ من میتونم بگم اگر که ما پیش بینی میکردیم که جنبش 98 صورت میگیره، یک جنبش در واقع توحیدستان شکل میگیره، در واقع من فکر میکنم خود مردم هم یاد گرفتن از اون، ما هم همینقدر یاد گرفتیم. مشکل اساسی ما این هستش که ما قدرت مدیریت نداریم، ما اون نیروهایی رو که بتونیم، اون بافت ارگانیک رو نداریم. مثلا آقای امید اشاره کردن و کاملا درسته. ببینید در زمان شاه یکی از سیاست‌های اصلی شاه در رابطه با جنبش‌های کارگری چی بود؟ این بود که مثلا در کارخانه نساجی بلافاصله که جنبش کارگری شکل به خودش میگرفت، اتحادیه تشکیل میداد، یه سری رو اخراج میکرد، یه سری کارگر جدید که از روستاها به خاطر انقلاب، حالا اسمش انقلاب سفید، اون جنبش به اون رفرم های ارضی که کرده بود، وارد شهرها میشدن، استخدام میکرد. تا اینا میومدن به خودشون بیان اتحادیه تشکیل بدن، نمیدونم اتحادیه کارگری تشکیل بدن، دوباره اخراج میکرد. اینا رو خیلی مشخصه، این سیستم اصلا ساواک بود. البته آمریکا اینو داشت که جلوی تشکیل به اصطلاح اتحادیه کارگری استقصدار رو بگیره. در ایران ما همینو داریم، یعنی ما نیروهای جنبش‌های در همین امروز جنبش‌های صنفی رو که داریم، اینها به قول ایشون کاملا درست میگه آقای اردمی، تا اینکه میاد شکل بگیره خب سرکوب میشه. شما وقتی در داخل کشور امکان تشکیل این نیروهای مستقل و سازماندهی خودشون رو ندارن و گروه‌های سیاسی رو هم اجازه فعالیت طبیعتا نمیدن، ما یک نقصان بسیار بزرگی داریم که متاسفانه تمام قرن 20 به ما نشون
نشون داد که انقلابات یا تحولاتی که شده از بطن این جنبش ها در نیومده، بلکه به نوعی حالا یا بهشون پیوند خورده یا بعداً شکل بهشون داده. اینه که به نظر من جنبش 98 چه جنبش های بعدی که خواهد اومد، این نقصان بزرگ رو ما باید بتونیم بهش جواب بدیم که نه سازماندهی خاصی خواهد داشت، در طی جنبش به هم میزنه، در طی جنبش اون سازماندهی خودش رو به دست میاره و اون نیرویی که به هر حال عاقل‌تر، کنتاکت رابطه بیشتری داره، ارگانیکتری با جنبش داخل داره، جواب درستری میتونه بده، جواب بلافاصله نیازها رو میتونه درست‌تر بده و باشون پیوند بخوره. به نظر من اینها میتونن هر جنبشی رو که صورت بگیره بتونن باش پیوند بخورن. ولی تا موقعی که ما اون رو نداشته باشیم و جنبش‌های داخل هم توی جنبش توی کشور دیکتاتوری ما دیدیم دیگه اکثرا این شکلیه، سازماندهی داخلی سازماندهی منسجم و ممتدی نیست. به همین دلیل متاسفانه این مسئله رو باید باز کرد، حالا نه خوشبختانه ولی متاسفانه الان جوابش رو نداریم. الان اون شرایط کاملی وجود نداره که اگر فردا یک جنبشی حتی عظیم‌تر از جنبش 98 صورت بگیره ما بتونیم بلافاصله جوابی بهش بدیم یا سازماندهیش کنیم. ممنون. آقای سرکوهی، میکروفون در اختیار شماست، نظر شما رو بشنویم. به نظر من مسئله سازماندهی مهمترین مسئله است. یعنی گروه‌های سیاسی باید از فضای بین این جنبش‌ها استفاده کنن. وقتی جنبش‌ها در جریانن دیگه ذره دیر شده. وقتی جنبش در جریانه فقط میشه واکنششون داد، میشه پشتیبانی کرد، ولی وقت سازماندهی وقتیه که هنوز جنبش شکل نگرفته. در اون فضای بین جنبش‌ها و چند بارم گفتیم جنبش‌ها دوباره پیش خواهند اومد، به شکل‌های مختلف نشون خواهند داد. الان در اون زمان‌ها وقت سازماندهی که دفعه بعد وقتی جنبش شکل میگیره یک حداقلی از آمادگی، چه آمادگی تئوریک چه آمادگی سازماندهی وجود داشته باشه که بشه به اون جنبش‌ها کمک بیشتری کرد و سعی کرد اونها رو به اون سمتی کشون که ما فکر می‌کنیم سمت درست. ممنون. آقای اقدمی. با جمع پاسخ هر دو عزیز موافقم. یعنی رفقا حالا باید چه کار کنیم پرسشی نیست که در لحظه‌ای که جنبش فراخوانده شده و در خیابان باید از هم دیگه بپرسیم. پرسشیه که امروز باید پرسید و تلقی من همینه که با 98 تفاوتی در سازمانیابی و شکل نیروهای سیاسی نداریم. احتمالاً اگر تفاوتی با 98 امروز داشته باشیم اینه که وضعیت خطرناکتر است در وجوه مختلف. به این باید توجه کرد. ولی یک چیز مهم در رابطه با آبان 98 است، چون چند بار هم به ماجرای کشته شده ها و مثلا اشاره شد. دادخواهی و عدالت انتقالی مال لحظه گذار، لحظه تغییر نیست. پروسه‌ای که باید ادامه پیدا بکنه. اگر در سال 57 به جای انتقام و اعدام دادخواهی در جریان بود، امروز زبان پرویز ثابتی در میان چندین تلویزیون به اندازه قد من دراز نبود و هیچ دور نیست از ذهن که روزی تغییری هم اتفاق بیفته و در صورتی که دادخواهی و پروسه کامل دادخواهی اتفاق نیفتاده باشه 40 سال بعد به جای رضا شاه روحت شادهای آبان 98 و دی 96 خمینی روحت شادهای 40 سال بعد بشه. مرسی. ممنون از هر سه عزیز که دعوت من رو قبول کردید، در این میزگرد شرکت کردید. خیلی آموختم. یک دنیا ممنون از شما و به امید نشست‌های بیشتر، به ویژه در رابطه با اینکه چگونه میتوان این همصدایی را ایجاد کرد. جنبش‌ها را قبل از اینکه بخواد شروع بشه مدیریت کرد. مدیریت جنبش‌ها به قول خود شما قبل از اینکه به خیابون ریخته بشن، مردم به خیابون بیان، باید آغاز بشه، نه زمانی که در وسط میدان هستن. بر صورت سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان.